سلام دوستان، تو این ویدیو مراحل ترمیم دندون و مولار فک پایین رو میبینین. همونطور که مشاهده میکنین اول سطح پوستگی رو با فرز راوند برداشتیم و حالا بعد از اینکه پوستگی کامل برداشته شد با یه سکشنال ماتریکس و یه وج سطح پروکسیمال دندون مولار رو از دندون پریمولار کناری جدا میکنیم، ایزولیشن انجام میدیم و حالا بعد از شستشو اسید رو روی دندون، رو انمل دندون، مینای دندون اعمال میکنیم. همونطور که میبینید کامل کاور کرده. بعدش شستشو انجام میشه و حالا در این مرحله ما روبی باند رو روی سطح دندون اعمال میکنیم و بعدش اشعه یووی رو میگیریم. بعد از اینکه کامل پخشش کردیم با هوا، حالا دیواره دندون رو شروع به کامپوزیت انجام میدیم و شروع میکنیم. بعدش لایه به لایه کامپوزیت و در هر مرحله یووی لایت، در آخر هم فینیشینگ و پالیشینگ بعد از خارج کردن ماتریکس و وج انجام میدیم و کامل دندون رو به شکل اولش در میاریم.